خدا، احمد ترابی هستم از عراق، ساکن شهر مهاجران. منم مدت 30 و چند سال درگیر مصرف سیگار بودم و راه‌های زیادی رو امتحان کردم برای ترک، ولی موفق نشدم و به این باور رسیده بودم که مصرف سیگار دیگه باید آخر عمر همراهم باشه و من سیگارم رو مصرف کنم. تا توسط یکی از دوستانم یه راه جدید به معرفی شد. با ناباوری حرکتی رو انجام دادم و پیشنهاد دوستم خریدن این کتاب بود. این کتاب رو خریدمش، سیگارم رو مصرف میکردم، کتابم رو میخوندم و یه تلفن اولی کتاب نوشته شده بود به نام آقای سعادتپور. از مشاوره‌های ایشون خیلی استفاده کردم، کتابم رو خوندم و بعد از اتمام کتابم سیگار از زندگی من رفت بیرون و امروز سپاسگزار خداوندم که کنار زن و بچه‌م که میشینم به واسطه این کتاب و مشاوره های خوب جناب سعادتپور دیگه زن و بچه‌م از بوی بد سیگار نمیخوان رنج ببرن. واقعا سپاسگزارم بابت این مسئله و ممنونم و خدا رو شکر میکنم بابت چنین انسانی که سر راه ما قرار گرفت که ما بتونیم از شر این سم کشنده نجات پیدا کنیم. ممنون و متشکرم.